این یکی از ترش‌ترین آب نبات‌های دنیاست که هر کی خورده به این وضعیت افتاده. حالا من میخوام اینو تستش کنم چون که مشکل دارم. وقتی که بازش میکنیم تو 6 تا از این کوچولو هاست که معلوم برعکسش گرفتم، از این کوچولو هاست. حالا بریم ما هم دیگه تستش کنیم. خب رنگش هم که بنفشه، یه بنفش عجیبی هم هست. آه یه طعم اولش خیلی شیرین میزنه، بعد که میگذره اوه وای اوکی شد. الان اولش خیلی ترشه ولی یکم میگذره اوکی میشه و واقعا چیز نوعی برای تست کردنه. بریم نظر شو اسپیدو در مورد آهنگای ایرانی ببینیم. برو بریم. یه نگاه اینجا کردم، یه نگاه اونجا کردم، رو دونه دیگه از سر کردم. Why did, like, what's up with the nigga? So many niggas! Like, everybody just saying nigga! Hey, nigga کردم. Nigga, murdered him. بریم با هم بدشانس‌ترین تیم ملی داخل این دهه رو ببینیم. برو بریم. Messi shot! Amiri, one of the substitutes. Oh, back off the post. Opportunity knocks for a run. And Portugal look in trouble again. Is this the moment? Where Patricio's off his line and he's into the side netting. Many blue shirts are around in here once again, and that's the goal that sends Japan into the final. Heads it on. Robinson loses out. They've got an opportunity here. Can they connect with it? It's Godos who tried his luck. One last chance maybe. Asmoon plays it out wide. Into the bottom, off the post! Inside of the post and across the face of goal. توی هر کدوم از کشورها چقدر باید کار کنیم تا PS5 بخریم؟ برو بریم. رتبه 1 امارات با فقط 2 روز کاری، خیلی کمه. رتبه 2 انگلیس با فقط 4 روز کاری، جالبه. رتبه 3 میرسه به آمریکا با 9 روز کاری، فکر می‌کردم آمریکا اولینه باشه. و رتبه 4 که ایران باشه، که ایران نیست، خواستیم ایران رو توی جدول قرار بدیم، با 140 روز کاری. کدوم شما ترجیح میدین و به نظرتون منطقی تره؟ تو کامنت ها بگید.